سلام، به برنامه خودتون نکته‌های طلایی خوش آمدید. من سلاح قوی امیدواری دارم و هرگز تسلیم سلاح ناامیدی شیطان نمی‌شوم. میگویند قوی ترین سلاح شیطان برای غلبه بر انسان ناامیدی است، اما خداوند متعال سلاح قوی تری به نام امید به انسان داده که با اون میتوان در بدترین شرایط زندگی به پیروزی و موفقیت دست یافت. امید به زندگی اصلی ترین فاکتور برای کسب انگیزه و تلاش برای رسیدن به موفقیته. وقتی انسان به آینده امیدوار باشه، قطعاً هدفی برنامه‌ریزی شده برای خود داره و برای رسیدن به اون هم تلاش خواهد کرد. در واقع امید یک نگرش ذهنیه که موجب میشه تا شما روی کیفیت زندگی تمرکز داشته باشید. افرادی که دوست دارن به زندگی امیدوار باشن میتونن با روش‌هایی که در این ویدیو معرفی میکنیم امید به زندگی رو در خودشون تقویت کنند. با ما همراه باشید. 1. زندگی خود رو به تصویر کشیده و اون رو به بهترین نحو تصور کنید. وقتی از یک زندگی خوب تصویر سازی میکنید، قطعاً امید شما بیشتر خواهد شد و میتوانید با انگیزه بیشتر برای رسیدن به این زندگی تلاش کنید. بهتر زندگی ایدئال خودتون رو تصور و برای اون برنامه ریزی کنید. 2. انتظارات خود رو از یک زندگی ایدئال متعادل کنید. بهتر انتظارات غیر واقع گرایانه را از خود دور کنید، چون حس ناامیدی رو در شما بیدار میکنه. هرچه انتظارات شما به واقعیت نزدیکتر باشه، میزان امیدواری شما هم بیشتر خواهد بود و میتونید بهترین نتیجه رو به دست بیارید. بهتره به علایق و استعدادهایی که دارید هم توجه کنید. 3. اهداف خود رو تعیین و ثبت کنید. افرادی که هدفمند زندگی میکنند قطعاً امید به زندگی بیشتری دارند. بهتره اهداف خود رو یادداشت کرده و برای رسیدن به اونها زمان مشخص کنید. تلاش کردن شانس شما رو بالا برده و امید شما رو هم بیشتر میکنه. بدین ترتیب سریعتر میتونید به اهدافتون دست پیدا کنید. 4. معنای زندگی خود رو بیابید. برای اینکه معنای زندگی رو درک کنید، باید ابتدا به زندگی امید داشته باشید. وقتی در زندگی با سردرگمی مواجه میشید، زندگی معنای خودش رو از دست داده و شما دیگه امیدی برای زندگی کردن نخواهید داشت. پس بهتره معنی زندگی رو بفهمید. 5. نقاط قوت خودتون رو یافته و روی اونها تأکید کنید. بیشتر افراد نقاط ضعف خودشون رو بزرگ کرده و ناتوانیشون رو مدام بازگو میکنند و با این کار حس امید رو در خودشون از بین میبرند، در صورتی که برای امیدوار بودن باید نقاط ضعف رو به قوت تبدیل کرد و از شکست‌های زندگی هراسی نداشته باشید. این میتونه اعتماد به نفس شما رو بیشتر کنه و شما به زندگی امیدوارتر شوید. 6. تقویت روابط حمایتی. برای تقویت حس امیدواری بهتره با افراد قدرتمند و حامی در ارتباط باشید و به اونها تکیه کنید. این افراد حس خوبی رو در شما ایجاد میکنند و بهترین الگو برای پیشرفت و ترقی شما هستند. امید و امیدواری یک مقوله مصری است. معاشرت با افراد مثبت‌اندیش و امیدوار به سرعت روی منش و رفتار شما تأثیر خواهد گذاشت. 7. در فعالیت‌هایی که برای شما لذت بخش هستند شرکت کنید. دنبال کردن علایق میتونه احساسات خوبی رو در انسان ایجاد کنه. درگیر شدن در فعالیت‌هایی که احساس رضایت به شما میده میتونه حس امید رو در شما بیدار کنه. بهتره چیزهای جدید رو تجربه کنید تا میزان امیدواری شما بیشتر بشه. 8. خودتون رو در معرض شرایط متنوع و غیر منتظره قرار بدید. تجربه چیزهای جدید میتونه اعتماد به نفس شما رو بیشتر کنه که در این زمان حس ناامیدی از شما دور شده و به این باور میرسید که شما میتونید هر کاری رو انجام بدید. تغییر الگوهای فکری و رفتاری و سبک زندگی میتونه شما رو با چالش‌های جدیدی روبرو کنه. 9. افکار و احساسات خود رو ثبت و مسیر اونها رو دنبال کنید. وقتی افکار خودتون رو ثبت میکنید، متوجه میشید که در چه جایی و به چه علتی حس ناامیدی به شما غلبه کرده.
در این زمان میتونید حس امید رو جایگزین اون کنید. 10. در هر شرایطی انگیزه خود رو حفظ کنید. برای اینکه امید به آینده داشته باشید، انگیزه نقش مهمی داره. اگر برای انگیزه خود هدف و تکیه‌گاه داشته باشید، ناامیدی ندارید. 11. در محیط‌های اجتماعی قرار بگیرید و ارتباط برقرار کنید. ارتباط سالم با دیگران میتونه به سلامت روانی و عاطفی ما کمک زیادی کنه. انسان موجودی اجتماعی است و تنها در این راستا میتونه رشد کنه. ارتباط چهره به چهره با دیگران حس امید رو در انسان ایجاد میکنه، چون رضایت قلبی رو به همراه داره. 12. خصوصیات شخص امیدوار به زندگی. شخصی که به زندگی امیدواره همیشه خصیصه‌هایی داره که شما میتونید به کمک اونها افراد رو شناسایی کنید. حس لذت در این افراد درونی بوده و به دیگران هم منتقل میشه. اونها هنگام انجام فعالیت‌های روزانه همیشه احساس شادی دارند. بدین ترتیب رضایت اونها بیشتر هم میشه. اونها همیشه یک زندگی عاشقانه دارند، چون میتونند احساسات خود رو به راحتی بیان کنند. توانایی خندیدن دارند و این حس رو به دیگران هم منتقل میکنند. افراد امیدوار از هیچ شکستی نمیترسند، بلکه شکست رو پلی برای رسیدن به پیروزی میدونند. اونها به خوبی با استرس مقابله میکنند و اضطراب نمیتونه زندگی اونها را تحت تاثیر قرار بده. این افراد کاملا منعطف هستند و میتونن خود رو با هر شرایطی به راحتی وفق دهند. اونها اشخاصی هدفمند هستند و برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی دارند. هیچ اتفاقی نمیتونه توازن اونها را برهم بزنه. اونها به خوبی تغییرات رو میپذیرند و خود نیز میتونند سبک زندگی رو تغییر بدن. با دیگران به خوبی ارتباط برقرار میکنند. به دنبال کشف چیزهای جدید هستند. افراد امیدوار همیشه به دنبال شرایطی هستند تا امید به زندگی رو درون خودشون تقویت کنند و افکار منفی رو از خود دور بسازند. افراد امیدوار در زندگی روزانه خود بین استراحت، کار، سرگرمی و روابط اجتماعیشون تعادل برقرار کرده‌اند. 13. روش‌های امیدواری دادن به دیگران. برای اینکه بتونید حس امیدواری رو در دیگران هم زنده کنید، میتونید به این روش‌ها عمل کنید. پذیرش و باور داشتن به توانایی‌های دیگران و همچنین پذیرش و تشویق اونها موجب میشه تا حس امیدواری در اونها بیشتر بشه. زمانی که فردی رو با دلیل و یا بی دلیل دوست دارید، میتونید به اون امید بدید. محبت و عشق ورزی. در آغوش کشیدن دیگران مهمترین نشانه عشق و محبت شما نسبت به اونهاست که موجب میشه تا این افراد امید بیشتری نسبت به زندگی پیدا کنند. ابراز محبت امید در دل افراد رو زنده میکنه.